جواد چه هم میدوی الان؟ چی دارم میدن؟ لشکر شکست خورده. سردمدارم حاج محمد. جوادم سریع خودشو کشید این وقت، یعنی من نیستم با تو. بس سیاسی نکنید. بیا بگو، بیا بگو. چه کنی؟ کلی کانتینر داشت انشالله. همه الان 150 تو برداریم باید چی خواهد؟ پر بار هم مثل مشتری نداریم. شرکت ها رو متوجه بشی، یعنی خود پالایشگاه نوع بسته بندی که انجام میده این استاندارد نیست. این نوعش استاندارد نیست، باید مربع باشه کامل. مال خود جی یا هر جای پاسارگاد که باشه دولتی همشو استاندارد، ولی کلا شرکت های خصوصی اینجوری نیستش. فقط براش مهمه که بیشتر جا بده. نه داخل جامون فقط 2 تا اولی رو پر میکنن. حالا نمیدونم نوعی چیزی چقدر میشه الان. نه 23 تا 4 تا دونه آخر فقط میذارم که 28 تونش کامل شه. عملیات بارگیری گوگرد هستش که دوستان دارن انجام میدن، به کانتینر دارن منتقل میکنن که همه دانشجویان عزیزمون هم برای اطلاعات فنیش اومدن اینجا که بدونن چجوری هستش و قیرهام بار گوگرد هستش و این هم بار قیر که داره بارگیریش انجام میشه. جام این فضای دیگه وزنش بیشتر وقتی در چون بیشتر از اونم باشه قیچی میکنه.